سلام دوستان، به فارسی مدیا خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم ببینیم چه هنرمندان و بازیگرانی متولد دی ماه هستن. اگه میخواین با خصوصیات اخلاقی مردان و زنان متولد دی ماه بیشتر آشنا بشید و فال این ماه رو بدونید، میتونید در قسمت دیسکریپشن لینک این ویدیوها رو مشاهده کنید. آقای رامبد جوان متولد 1 دی 1350 که فعالیت هنریش رو سال 69 با تئاترهای خانگی و دانشجویی آغاز کرد و بعد از اون به بازیگری و کارگردانی در تئاتر پرداخت. آقای بهرام بیضایی متولد 5 دی 1317 این کارگردان بزرگ کشور علاوه بر کارگردانی سینما و تئاتر، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، تدوین، ساخت عنوانبندی و تهیه کنندگی رو هم تجربه کرده. آقای رضا رویگری متولد 6 دی 1325 اون بازی در سریال های تلویزیونی رو با سریال محله بهداشت آغاز کرد. آقای محمد رضا فروتن متولد 7 دی 1347 این سوپر استار سینما لیسانس روانشناسی بالینی داره. بازی اون در یکی از قسمت‌های سریال سرنخ به قدری تاثیرگذار بود که بعد از پخش از تلویزیون به اون پیشنهاد شد در فیلم مرسدس مسعود کیمیایی بازی کنه. خانم کتایون ریاحی متولد 10 دی 1340 خانم ریاحی لیسانس ادبیات و مردم شناسی داره. با بازی در مجموعه پدرسالار تونست خودش رو مطرح کنه و حضور اون در سریال های روزهای زندگی، پس از باران و یوسف پیامبر از اون چهره محبوبی ساخت. خانم ماهایا پتروسیان متولد 13 دی 1348 این بازیگر لیسانس بازیگری تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رو داره. آقای سعید پیردوست متولد 16 دی 1319 اون از سال 1350 فعالیت هنریش رو با ایفای نقشی در فیلم خاک مسعود کیمیایی آغاز کرد. آقای فتح علی اویسی متولد 21 دی 1324 اون دانش آموخته رشته کارگردانی فیلم از دانشکده ایالتی تگزاسه. خانم افسانه بایگان متولد 23 دی 1340 خانم بایگان با بازی در سریال تلویزیونی سربهداران ایفای نقش مقابل دوربین رو تجربه کرد و بعد از اون بلافاصله به سینما راه پیدا کرد. خانم روزیتا قفاری متولد 27 دی ماه سال 51 اون دانش آموخته کارگردانی سینماست و تاکنون چند فیلم کوتاه انیمیشن کارگردانی کرده. خانم حدیث فولادوند بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران در 20 دی ماه سال 56 در تهران به دنیا اومده. اون فعالیت هنریش رو از کودکی آغاز کرد. در 12 سالگی زیر نظر گلاب آدینه آموزش دید و در نمایش گل‌های دوستی روی صحنه رفت. خانم ترانه علی دوستی در 22 دی ماه سال 62 در شهر تهران متولد شده. پدر اون حمید علی دوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتباله. زنده یاد ناصر عبداللهی که در 10مین روز از دی ماه سال 49 در محله سید کامل شهر بندرعباس به دنیا اومده. خانم نگار جواهریان همسر آقای رامبد جوان هم متولد دی ماهه. اون در 22 دی 1361 در تهران متولد شد و همکنون یک دختر به نام نوردخت داره. آقای هومن برقنورد متولد 5 دی 1348 اون دارای دیپلم برقه. آقای برقنورد از جمله افرادیه که رویای بازیگریش خیلی زود به حقیقت تبدیل شد. آقای محمد جواد عزتی متولد 20 دی 60 و فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره. خانم روناک یونسی متولد 9 دی 59 اون دیپلم گرافیک، فوق دیپلم عکاسی و لیسانس طراحی صنعتی داره. آقای مهران رجبی متولد 10 دی 41 از روستای واریان کرج اون فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته گرافیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد گرافیک در دانشگاه تربیت مدرسه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید روی زنگوله کلیک کنید.
تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.